چند نکته کوتاه در مورد ارث. اول به طبقات ارث میخوام اشاره کنم. طبقه اول پدر، مادر، فرزند و فرزندان کسی که فوت شده. طبقه دوم پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر و برادر. طبقه سوم عمه، عمو، خاله و دایی. اگه از طبقات اول هیچ کس نباشه طبقه دوم، و اگه از طبقه دوم هم کسی نباشه طبقه سوم ارث میبره. ولی زوجین یعنی زن و شوهر در کنار تمام طبقات از همسرشون ارث میبرن. و یه نکته این که فقط در عقد دائمه که زن از شوهرش ارث میبره و اگه زنی عقد موقت مردی باشه از همسرش هیچ ارثی نمیبره. تقسیم ارث محاسبات و جزئیات بسیار زیادی داره که یادگیریش نیاز به آموزش داره. اگه سوال و یا مشکلی در مورد تقسیم ارث داری میتونید با تگ کردن دوستان توی کامنت ها از من بپرسید.